مهمان امروز من مرد پشت پرده تحریم‌های آمریکا علیه ایران در یک دهه گذشته است. میعاد ملکی از سال 2010 وارد وزارت دفاع آمریکا و نیروی هوایی این کشور شد. بعد به وزارت خزانه‌داری رفت و آنجا مسئول تنظیم و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. در سالهای اخیر مسئولیتش هدفگذاری همه تحریم‌ها بوده، از ایران و روسیه گرفته تا کره شمالی و مبارزه با تروریسم. او به تازگی از دولت خارج شده و به همین دلیل اجازه پیدا کرده تجربه اش را با ما در میان بگذارد. با ما همراه باشید. آقای ملکی، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. حکومت ایران سال هاست که گفته تحریم‌های آمریکا نشانه خصومت دولت آمریکا علیه مردم ایرانه. حالا شاید برای خیلی از مردم جالب باشه که بدونن طراح اصلی این تحریم‌ها در یک دهه گذشته یک ایرانی بوده و هدفش کمک به مردم ایران. این خواست در شما از کجا شکل گرفت؟ خیلی ممنونم از سوالتون، هم از وقتتون هم همینطور. من اول با این شروع بکنم که خب سالها کاری که شما کردید روی مطالعه و ریپورت کردن روی تحریم‌ها من دنبال کردم. امروز وقتی میومدم اینجا فکر می‌کردم شاید من باید شما رو یه وقتی پیدا کنم بشینم مصاحبه بکنم. شما اطلاعات زیادی دارید، ممنونم از وقتتون. خب در جواب من تو اون سال اولین چیزی که میخوام بگم اینه که خب تحریم‌ها دو تا مسئله است اینجا. هدف اصلی تحریم‌ها که در واقع آمریکا دنبال میکنه در مورد مسائل مهم امنیت ملی، این قضیه خود امنیت ملی خود آمریکاست. به هر حال از اون دید میشه به تحریم‌ها نگاه کرد و از این دیدی که خب به هر حال کسانی که سمت دیگه تحریم‌ها هستن اینا چه دیدی نسبت به این قضیه دارن. من فکر میکنم تحریم‌هایی که آمریکا گذاشته از اول شروع کارم، خب این خیلی دنبال این بودم که بفهمم که خب نقش مردم ایران، تأثیری که مردم ایران در واقع باید باهاش دست و پنجه نرم بکنن تو قضیه تحریم‌ها چیه. خب به حال خصومت رژیم ایران هست، کاری که خود رژیم ایران میکنه هم داخل کشور و هم بیرون کشور، و همین که خب به حال تصمیماتی که سیاستمدارای آمریکایی گرفتن تو این در واقع دهه گذشته و بیشتر که در واقع دست ایران رو کوتاه بکنن، جمهوری اسلامی رو کوتاه بکنن از سیستم بانکی آمریکا. سیستم تحریم‌های آمریکا یه جوری دیزاین شده، یه جوری طراحی شده که به هر حال مردم عادی رو مورد هدف قرار نده. هم از لحاظ مواد غذایی، مواد دارویی، ترانزکشن هایی که به عنوان خیلی عادی و اوردینری هستن، اینا خب وارد تحریم‌ها نمیشن. مسئله دیگه هم اینه که خب چیزی که خیلی زود متوجه شدم اینه که حکومت ایران حتی اگه هیچ تحریمی هم توی زمانی نباشه و حالا میتونیم بعداً در مورد این بیشتر صحبت بکنیم، حکومت ایرانه که در واقع مسئول اصلی فشار روی مردم ایران هست. ولی چه شکلی فکر می‌کردین که با فشار آوردن روی حکومت ایران دارین به مردم ایران کمک می‌کنین؟ ببینید چیزی که من خیلی سریع متوجه شدم اینه که هر $1 که دست رژیم ایران میرسه، فکر می‌کردم تا حدش ممکنه بخوان خرج بکنن واسه مردم عادی، واسه در واقع سرمایه گذاری کردن توی مسائلی که خب کمک میکنن از نظر اقتصادی مردم ایران و یه مقدار مسائل اجتماعی توی ایران کمک بکنن، مسائل اقتصادی روزمره مردم و. ولی من هیچ نشونی از اون هیچ وقت ندیدم. اینکه هر $1 که رفت دست رژیم ایران، هر پولی که اینا به دستشون رسید، چیزی که فروختن، چه نفت بود چه گاز بود، این خب درآمدش یا دست کسانی میرفتش که دستشون توی جیب همدیگه بود و دنبال درآمدزایی برای خودشون بودن، یا اینکه به هر حال سعی میکنن به کسانی که طرفدار این نظام هستن، اون کسانی که به هر حال پایه‌های اصلی نظام هستن، به اینا پولیتیکال رنت بدن، به اینا در واقع کمک‌های مالی بکنن که بتونن حفظ بکنن اون در واقع پایه طرفداراشونو. و من فکر میکردم پولی که نظام میگیره خرج فشار بیشتر روی مردم میکنه تا اینکه بخواد کمک به مردم بکنه.
بها این پول مردمه، نفتی که ایران میفروشه، گازی که ایران میفروشه، اینا پولی که باید خرج مردم بشه، متعلق به مردم ایرانه و من هیچ نشانه‌ای ندیدم که رژیم اون پولو هزینه اون کارا بکنه، ولی نشانه زیادی دیدم که اون پول استفاده میکنه برای اینکه فشار رو به مردم بیشتر بکنه. شما خودتون ایران به دنیا اومدین، تا مدت‌ها ایران زندگی کردین، خودتون این فشار رو شخصا تجربه کردین در جوانی؟ 100%. خب فشار اقتصادی چیزی که خب تو ایران حتما تجربه کردم، خودم دیدم و هنوزم میبینم که اون فشار اقتصادی هست، ولی چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم و کردم اینه که حتی اگه این تحریما کاملا برداشته بشه، ببین من این تجربه رو داشتم زمانی که در واقع برجام اجرا شد. خب من خیلی دنبال این بودم که ببینم چقدر از این درآمدها، چقدر از این پولا، چقدر از این قراردادایی که داره بسته میشه یا ایران سعی میکنه ببنده به نفع مردم ایران خواهد بود یا برای جاهایی که واقعا اقتصاد ایران نیاز به کمک داره. نه هیچ کدوم از اونها ندیدم و چیزی که خیلی واضح دیدم اینه که تلاش اینا که بتونن خودشون رو قدرتمند بکنن، فشار رو روی مردم بیشتر بکنن و در واقع بقای خودشون رو طولانی‌تر بکنن. این برای من خیلی همیشه واضح بود از نظر تحریما و این هم هستش که خب یه بخش بزرگی از تحریمایی که تو ایران هست برمیگرده به مسائل حقوق بشری، برمیگرده به اینکه فشار روی آدمای زیاد بکنه که تو ایران سرکوبگر مردم هستن ولی دوست دارن یه پاشون هم اونور بیرون ایران باشه، دوست دارن پولم بیارن بیرون ایران، سرمایه گذاری بکنن، بچه‌هاشون رو بفرستن از ایران بیرون که برن در واقع هم کمک‌های مالی به خودشون بدن، همین که سیستم فشاری که خودشون درست کرده بودن نمیخوان بچه‌هاشون در واقع اون اثراتش رو حس بکنن. این تحریما یه بخش خیلی مهمش روی همون بود. من توی چند سال اول کارم توی وزارت خزانه‌داری این مسیجی بودش که معاون وزیر ما همیشه میذاشت توی خیلی از پرس ریلیزهایی که داشتیم برای سانکشن‌ها که مردم ایران در واقع اولین ویکتیم‌ها، اولین قربانی‌های رژیم ایران هستن و این سانکشن‌ها هم هدف اصلیش اینه که فشار رو این رژیم زیاد بکنه که کمتر بتونه اون فشار داخلی رو زیاد بکنه. شما با 4 دولت کار کردین، اوباما، ترامپ، بایدن و بعد دوباره ترامپ. میتونم حدس بزنم خیلی مستقیم با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و قاعدتاً با وزیر خزانه‌داری ارتباط خیلی نزدیکی داشتین همیشه. اینکه ایرانی بودین و چنین درک عمیقی از جامعه ایران داشتین چقدر توی این گفتگوها کمک میکرد به شما و تنظیم اون نظام تحریمی و اعمالش؟ حتی خب کار من روی تحریما روی وزارت خزانه‌داری بیشتر از دوره اول پرزیدنت ترامپ شروع شد، ولی خب به هر حال هنوز زمان پرزیدنت اوباما هنوز توی گاورمنت بودم و خیلی نزدیک دنبال میکردم این برجام و اثری که برجام داشت، هم بخشی که نگوشیشنز داشت انجام میشد، مذاکرات انجام میشد، هم زمان که به نتیجه رسید. خب من توی سیستم به حال دولتی بودم و میدیدم اون تصمیم گیری ها، اون در واقع اثراتی که اون داشت روی تصمیم گیری های ما. ولی خب این که من خودم تجربه فرست هند داشتم، یعنی که مستقیم داشتم با زندگی تو ایران، فشاری که مردم روز به روز دارن تحمل میکنن، میدونستم سیستم نظامی ایران رو خیلی خوب. ببینید من فکر میکنم ایرانی‌ها سیاسی ترین مردم دنیان. خب به هر حال من توی کارم همیشه فقط ایران نبوده، با کشورهای دیگه هم کار داشتم روی تحریمایی که مربوط به کشورهای دیگه میشه، ولی واقعا همیشه واسم خیلی جالب بود وقتی دیدم که چقدر ایرانی‌ها مسائل سیاسی رو خیلی دقیق دنبال میکنن و خب بزرگ شدن توی یه خانواده ایرانی شما مسائل سیاسی رو خیلی خوب میدونید. خیلی جالبه، خیلی از ایرانی‌ها که باشون صحبت میکنید فکر میکنید تحلیلگر سیاسی بودن سالها. خب اون خیلی کمک کرد. این و همین که خب خیلی زمان بود که از من سوال میشد که چجوری میتونیم تحریما رو بذاریم جوری که ضررش به مردم کمتر باشه، ضررش برای رژیم بیشتر باشه. چه کسانی چه کارهایی توی رژیم توی بخش مختلف رژیم انجام میدن که
میشه فشار رو در واقع روی رژیم بیشتر کرد با اینکه اینا رو هدف گذاری کرد در مورد تحریما. این خب به هر حال خیلی کمک کرد. این افرادی بودن خب خیلی ارزش قائل بودن واسه اینکه من اون درک سیاسی و خودم درک سیاسی رو داشتم و اینکه خودم آشنا بودم با سیستم سیاسی تو ایران. میخوام یک کمی راجع به تاثیرگذاری تحریم ها صحبت بکنیم بر حاکمیت ایران. من یادم میاد در وزیر پیشین نفت ایران آقای زنگنه در حاشیه نشست اوپک در 2018 بود که به من گفت تا وقتی که حرص و ولع در جهان وجود داشته باشه ایران میتونه نفتش رو بفروشه. در عمل هم همین بوده. چه شکلی میشه کارایی تحریم ها رو تضمین کرد وقتی همیشه کسانی وجود دارن در دنیا که حاضرن به خاطر پول بیشتر این تحریم ها رو نقض کنن؟ خب این که واقعا آدمایی هستن که دنبال اون سودی هستش که میاد با دنبال نفتی که تحریم نفتی که به صورت مخفیانه باید فرستاده بشه. خب یه بازار سیاهیه که توش پول زیاد هست، ریسک هم توش زیاد هست. این وزیر نفت آقای زنگنه خب حرفش اشتباه نیست. تا زمانی که آدمای بیرون هستن که میخرن خب این نفت میره. ولی چیزی که بعد ازشون میپرسیدن اینه که خب پولش رو چجوری میگیرید یا میگیرید یا نه. به هر حال ایران زمانی بودش که نفتش هم بیرون نمیتونست بفرسته، از تانکراش استفاده میکرد به عنوان ذخایر نفتی که اونم خیلی هزینه بره. ولی خیلی سوال دقیق تر ازشون اینه که خب این نفت رو میبرن، پولش رو میگیرید یا نه، یا چقدر پولش رو میگیرید. من نشستم خودم بعضی موقع حساب کردم وقتی عددهایی که میزانی که اینا نفت میفرستن بیرون چقدر خودشون میگن فروختن، چقدر در چه قیمتی فروختن. حالا سوای این که اون قیمتی خودشون میگن که مثلا $10 یا $15 در واقع تخفیف دادن روی هر بشکه که خیلی زیاده، 10 یا $15. اونی که حساب نمیکنن اینی که این آدمی که نفت رو ورداشته چقدر کمیشن گرفته، آدمایی که این وسط چند بار این نفت باید دست به دست میشده، چند تا شرکت‌های مختلف این وسط باید به عنوان شرکت‌های سوری می اومدن وارد این کار میشدن که بتونن این نفت رو در واقع مبدأ اصلیش رو مخفی بکنن، نوعش رو مخفی بکنن که بتونن اینو برسونن به خریدار. این هزینه بره. این بسیار در واقع یه فعالیت اقتصادیه که واقعا سود و منفعتی توش نداره. من میگم ممکنه عدد درست نباشه ولی خب چیزی که من نشستم حساب کردم اینه که اینا برای هر بشکه مثلا هر 5 تا بشکه‌ای که میفرستن شاید یه بشکه‌اش در واقع سود باشه یا پولی باشه که میگیرن، پولی که میگیرن، حالا نه سود، واسه اینکه به هر حال هزینه شیپینگش، هزینه اکسترکشنش که از زمین بکشن، این به هر حال هی اضافه میشه. و اینکه اون پول هم که یه بشکه از 5 بشکه دستشون میرسه یا نه، یه سوال دیگه ای که آقای زنگنه باید جواب بده. واسه اینکه خب این عددا رو میزنن بر اساس اینکه چقدر نفت از پورت رفته بیرون، حالا چقدر پول برگشته یا تونستن جاهای دیگه. خودشون دائم میان میگن که حتی چینی هم پول ما رو نمیدن. بعضیا میگن تحریم ها اقتصاد ایران رو زیرزمینی و غیر شفاف کرده و اینو یکی از نشانه های شکست تحریم میدونن. این زیرزمینی شدن اقتصاد ایران، همونجایی که خودتون الان توضیح دادین، این از تبعات ناخواسته تحریم هاست یا نه اساساً جزء هدف های تحریم به حساب میاد؟ من نمیتونم بگم که هدف تحریم ها چنین چیزیه، ولی خب به هر حال یه ساید افکت، یه آسیب جانبی تحریم هاست. و میدونی اون کشورهایی که تصمیم میگیرن که به جای که کار بکنن از نظر دیپلماسی از طریق دیپلماسی با جامعه بین‌المللی که مسائل اقتصادیشون رو حل بکنن، یه سیستم اقتصادی روشن و واضح داشته باشن و تصمیم میگیرن که برن دنبال یه اقتصاد زیرزمینی، خب این اقتصاد فاسده و اقتصادی که زیرزمینی اقتصادی که در حال سقوطه. من خیلی شنیدم اون بحثو که حالا تحریما خب کار نمیکنه واسه اینکه اقتصادشون شده یه اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد بازار سیاه.
من جواب به اونم اینه که خب یه اقتصادی که به بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی تبدیل شده مثل جمهوری اسلامی، یه اقتصادیه که در واقع در حال فروپاشی یا فروپاشیش گذشتن از مرز فروپاشی. خیلی سخته تو اقتصاد ایران بشه یه مؤسسه‌ای رو پیدا کرد، یه سازمانی رو پیدا کرد، چه تولید کننده، حتی تو ثروتمندترین بخش اقتصادشون، چه پتروشیمیه چه نفته، که اینا واقعا سوداوری درست حسابی دارن. یعنی اگه نگاه کنین اون اقتصاد ایرانو، من همیشه به این فکر میکنم که انگار یه اقتصادی که همین دستاشون جیب همدیگه است، پول بینشون داره عوض میشه ولی خیلی نه اینوستمنت میاد نه سرمایه گذاری وارد ایران میشه. یکی از مسائل اصلی که مشکلات اصلی که ایران داشت بعد از جمهوری اسلامی داشت بعد از برجام این بودش که اقتصادشون طوری بودش که بخش خصوصی حاضر نمیشه تو اینا سرمایه گذاری بکنه. این یه اقتصادیه که باید واقعا به صورت انقلابی اینو درستش بکنن که بتونن اون سرمایه گذاری ها رو وارد کشور بکنن و تصمیماتی که گرفتن، تصمیمات اقتصادی که گرفتن، این خب به هر حال تبدیل کرده این اقتصاد به اقتصاد در حال شکسته، اقتصاد ورشکسته. یعنی شما پیش بینی میکنین حتی اگه تحریم ها برداشته بشه به طور کامل، در اقتصاد ایران تغییر زیادی به وجود نخواهد اومد؟ نه، من فکر میکنم باید خیلی در واقع حرکت‌های بنیادی اساسی بکنن که بتونن اقتصادشون رو باز بکنن واسه سرمایه‌گذاری‌های خارجی. خب به هر حال اینو شما دیدی تو در واقع تو ریپورتاتون اینا رو شما تو دنبال کردید. بعد از برجام خب خیلی از سیاستمدارای غربی اینا خب بعد سفر میکردن، هی در واقع پوش میکردن یا فشار میذاشتن روی بخش خصوصی که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، برای اینکه دولت ها میتونن یه سری تصمیماتی بگیرن در مورد مسائل اقتصادی یا قوانین اقتصادی، تبادلات اقتصادی با کشورهای دیگه، ولی اونو که بذاری کنار، خب بخش خصوصی تصمیمات اقتصادی خودشونو میگیرن و شما اگه یه سی او یه بانک هستید یا یه شرکت سرمایه گذاری حتی نفتی هستید، امکان نداره که بتونید این ریسک رو برای کامپنیتون قبول بکنید که برید تو ایران سرمایه گذاری بکنید با شکل اقتصادی که الان دارن. درسته. بعد از برجام من یادمه که دولت ایران گلایه داشت از کشورهای اروپایی که شما بخش خصوصی رو تشویق نمی‌کنین که بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه و دولت‌های اروپایی هم میگفتن که ما بهشون گفتیم خودشون نمیخوان بیان. دقیقاً. خب اینم من متوجه شدم بزرگ جان، و چیزی که برای من خیلی اون موقع جالب بود اینه که خب حکومت مداره توی ایران این طرز دیدو دارن که همه رو کنترل میکنن، یعنی همه زیر کنترل خودشونن به بخش خصوصیشون. چون به هر حال من این بحثم هستش که من فکر نمی‌کنم بخش خصوصی درست حسابی واقعا توی ایران وجود داشته باشه. شما فکر نمی‌کنم بتونید یه آدم خیلی عادی توی ایران باشید، یه روز تصمیم بگیرید برید یه شرکت نفتی یا پتروشیمی یا واردات و خارجات پتروشیمی را بندازید و برید ثبت بکنید شروع کنید کار کردن. این سیستم فساد اقتصادی که اینا راه انداختن، آدمای عادی نمیتونن توش در واقع بخش اقتصادی در واقع مجزا یا جدا از مسائل سیاسی درست بکنن. خب اینا دیدشون هم همین بود. فکر می‌کردن خب مثلا اگه رئیس جمهور آمریکا به اکسان بگه یا به شورون بگه یا به کمپانی دیگه بگن بیا برو تو ایران سرمایه گذاری کن، خب اونا بعد بودن بیان سرمایه گذاری بکنن. راجع به تحریم‌های نفتی صحبت کردیم. خیلی دوست دارم راجع به تحریم شخص علی خامنه‌ای صحبت بکنم که در 2019 اتفاق افتاد. خیلی تصمیم بزرگی بود که گرفته شد و نشان دهنده این بودش که تقابل بین دولت آمریکا و ایران وارد یه مرحله جدید شده. حداقل این چیزی بودش که حکومت جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکرد. چطور شدش که چنین تصمیمی گرفته شد؟ شما اون موقع در خزانه داری بودین و فکر میکنم جزئیات مسئله رو بدونید. خب البته من نمیتونم خیلی وارد مسائل جزئیات بحث‌های داخلی بشم، ولی درست یه تصمیم خیلی بزرگی بود که اون موقع گرفته شد. من چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که خب کسی توی دولت آمریکا اینجا نبود که ندونه که
در واقع آقای خامنه‌ای اون بخشایی که کنترل میکنه، بنیادهای اقتصادی که داره، خب به هر حال یه بخش بزرگی از اقتصاد ایرانن. از طرف یه بحثی هم همیشه بوده که خب اون در واقع بنیادهای اقتصادی تو ایران که زیر آقای خامنه‌ای دفتر رهبری میفتن، اینا خب بیشتر چریتی ورک میکنن، کارهای مردم دوستانه و اینجور کارا انجام میدن. و این ما شروع کردیم واقعا نگاه کردیم و دیدیم که چقدر اینا از نظر اقتصادی دستشون تو خیلی از اقتصادهای تو بخش‌های اقتصادی ایران هست. حالا چه سرمایه گذاری تو نفت، سرمایه گذاری تو پتروشیمی، تو فلزات، تو از کانستراکشن، ساخت و سازه. ولی خب تصمیمی که اون زمان گرفته شد اینه که خب نگاه کردیم ما موقع ببینیم چه بخشایی از جمهوری اسلامی هنوز تحریم نشدن. و شما هم دیدید به هر حال یه سازمان غیر دولتی اینجا توی دی سی هستن که بعضی از اون تحقیقات رو انجام داده بودن. خب ما اونا رو می‌بینیم و چیزایی که تو پابلیک یا بخش عمومی بیرون میذاره، خیلی سریع متوجه شدیم که یه بخش اصلی از اقتصاد جمهوری اسلامی، بخش اصلی جمهوری اسلامی که ما هنوز واقعا خیلی تحریم جدی روشون نذاشته بودیم. یه بخشی ازش تحریم شده بودن، مثلا بنیاد اقتصادی قدیر اگه اسمش درست یادم باشه، یه بخشی از اونها بودش که قبلا به عنوان بخشی از جمهوری اسلامی Government of Iran شامل تحریم‌ها شده بود. خب ما اون اتفاقی داشتیم که توی خلیج فارس یه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، خب این ایرانی‌ها بیرون آب‌های ایران اینو زدن. اون هواپیمای بدون سرنشین هم خب به حال بیرون آب ایران بود، کارش هم کار گشتنی واسه یه امنیت تو آب‌ها بود بر اساس خب قراردادایی که با کشورهای منطقه آمریکا داره. خب وقتی ما هواپیما ایران زد، این اگه یادتون باشه پرزیدنت ترامپ اومد گفت ما به حال تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنیم که فشار رو اینا بیشتر بکنیم واسه اینکه ادامه میدن این کارهایی که کردن توی منطقه رو دارن اسکیلیت میکنن، دارن شدیدتر میکنن. این فکر می‌کنم 4 روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما این در واقع فرمان اجرایی رئیس جمهور واسه اینکه آقای خامنه‌ای تمام بخشای زیر دستش سانکشن بشن، تحریم بشن. چیزی که خیلی مهمه تو این در واقع فرمان اجرایی اینه که تحریم‌ها زیر آقای خامنه‌ای نیستن. آقای خامنه‌ای تحریم شده از بخشی از اون رژیم تحریمی، ولی تحریم‌ها روی دفتر رهبری هست و تمام بنیادهایی که کنترل میشن با اون دفتر، یعنی که رئیساشون رو رهبر تعیین میکنه. خب این یه سیستم سانکشنی خیلی دقیق بود، خیلی جالب بود. فکر میکنم در دهه گذشته که شما در وزارت خزانه داری کار کردین، یکی از مهمترین اتفاقاتی که روی کار شما تاثیر گذاشته برجام بوده. هم انعقادش و هم خروج آمریکا از برجام، چون با انعقادش بسیاری از تحریم ها رفع شدن و بعد از خروج آمریکا فکر می‌کنم شما هم خیلی سرتون احتمالاً شلوغ بوده چون باید تحریم ها رو مجدداً اعمال می‌کردین. الان 1 دهه از انعقاد برجام گذشته. به نظرتون چرا برجام هیچ وقت به اون موفقیتی که امضا کنندگانش انتظار داشتن نرسید؟ سوال خیلی خوبیه. فکر می‌کنم کاری که برجام کرد، این نظر شخصی خودمه، یعنی از دید خودم وقتی رئیس جمهورایی که مختلف که اومدن در واقع کمپین‌های سیاسی که پرزیدنت ترامپ داشت یا اون موقع جمهوری خواها و دموکرات‌ها بحث می‌کردن. ببینید من فکر می‌کنم JCPOA یا برجام شروع فکر می‌کنم بسیار بدی بود واسه اینکه ایران قضیه جمهوری اسلامی برخورد با جمهوری اسلامی و ایران به عنوان یه مسئله امنیت ملی مهم برای آمریکا تبدیل شد به مسئله سیاسی تو آمریکا. شما حساب کنید من میشستید در واقع کمپین‌های سیاسی جمهوری خواه و دموکرات‌ها رو می‌دیدید، شاید توی نیم ساعت اول بحث کاندیدای ریاست جمهوری شروع می‌کردن در مورد ایران حرف زدن. خب خیلی‌ها فکر می‌کردن خوبه، ولی خب من فکر می‌کردم خیلی بده. واسه اینکه شما اگه می‌خواید در مورد کشورهایی که به دیکتاتوری هستن، یه سیستم‌های سیاسی که بلند مدت هستن با تصمیمات بلند مدت و ضرراتی که به مردم خودشون و به هر حال امنیت ملی کشورهایی که اطرافشون هستن میزنن، اینا برنامه‌ریزی‌های بلند مدته. برخورد با اینا،
تصمیمات درست سیاسی باید تصمیمات سیاسی بلند مدت باشه، نه یه رئیس جمهور بیاد 4 سال یه سری تصمیماتی بگیره دنبال یه در واقع پیروزی‌های سیاسی باشه، بعد دوباره رئیس جمهور دیگه بیاد تمام اونا رو عوض بکنه. این مسئله برجام مسئله ایران رو خیلی وارد مسائل سیاسی کرد توی آمریکا. خود برجام من فکر می‌کنم هدف اصلی در واقع رسیدن به برجام از لحاظ دید امنیت ملی آمریکا، مشکل اصلیش این بودش که برنامه برجام این بودش که مسئله هسته‌ای ایران رو حل بکنه، یا به قول اینجا اون kick the can down the road، اون مشکل رو به تعویق بیاندازه، عقب بندازه، زمان بخریم برای خودمون در مورد برنامه هسته ایران، بعد اون وقت به مسائل دیگه، مشکلات دیگه جدا برسیم. مثلا چه جوری که با مردم خودشون برخورد میکردن، از لحاظ کمکی که میکردن به گروه‌های نظامی و میلیشیا توی منطقه، اسلحه‌ای که میفرستادن، آموزشایی که به اینا میدادن، دولت‌های منطقه رو ضعیف میکردن، برنامه موشکی خیلی در واقع ترسناکی واسه منطقه اینا داشتن تنظیم میکردن. به حال مسائل خیلی زیادی بودش که خیلی کشورها و آمریکا باش مشکل داشتن، ولی خب طرز دید برجام این بودش که مسئله هسته شما حل میکنید، به بقیه جدا میرسید. خب این با این نظامی مثل نظام ایران کار نمیکنه. شما نمیتونید بگید ما تحریما رو ور میداریم، اقتصادتو باز میکنیم، ولی با برخورد میکنیم اگه مسئله تروریستی داشته باشی یا بخوای ادامه بدی اون رفتار رو. در اصل این قابل اجرا نیست، مخصوصا توی هم سیستم سیاسی که بسیار مرکزیه تو ایران و هم یه سیستم اقتصادی که با بخش خصوصی وجود نداره توش. حتی توی خود تکست برجام هم که نگاه بکنید، من فکر کنم چیزی که خیلی یه در واقع فلکسیبیلیتی خیلی اصلی بودش که کشورهای غربی توی برجام گذاشتن، یه فوتنوتیه توی JCPOA، چی میگم بهش؟ پانویس. می‌بینی تمام من وقتی اون رو دیدم دیگه، هر وقت مدرکی چیزی میگیرم که بخونم و میرم فوتنوت‌ها رو میخونم، پانویس‌ها رو میخونم، واسه که تمام چیزایی که سوال ایجاد میکنه توی اوناست. یه پانویسی توی یه فوتنوت یا پانویسی توی JCPOA توی برجام بود که در واقع به سیستم‌های بانکی غیر آمریکایی، چون ببین بانک‌های آمریکایی هیچ وقت شامل رفع تحریما نشدن در مورد ایران حتی بعد برجام، ولی بانک‌های خارجی غیر آمریکایی، اون فوتنوت میگه شما شامل تحریما نمیشید حتی اگه مشتریاتون توی ایران با کسانی که تحریم شده باشن کار دارن میکنن. این خب خیلی یعنی تضاد داره با سیستم کامپلاینس که توی بانک ها و اینا در واقع هست. شما به عنوان یه بانک اگه یه کاستمری داری، یه مشتری داری که توی کشوری که خیلی ریسکیه، یه کشوری که اقتصادش مشخص و باز نیست، یا یه کاستمری که نوع بیزنسش، نوع فعالیت اقتصادیش سوال برانگیزه، کار اولی که باید بکنی بهش میگن enhanced due diligence. این اول باید بدونی که خود تو کاستمرات کیه، خودت سانکشن نیستی، خودت شامل تحریما نیستی، ولی با کسانی کار میکنی که تحریم هستن یا صاحبی داری که تحریم شده باشه. این حتی اینو تو فوتنوت اگه دقت بکنید، فکر کنم فوتنوت شماره 16 تو برجام، این حتی اون فلکسیبیلیتی اونم حتی به جمهوری اسلامی داد که بتونه بره بیرون و اینوستمنت بیاره داخل ایران. ولی مشکل اصلی برمیگشت به اینکه یه اقتصادی که کاملا بازار سیاه، اقتصاد زیرزمینیه، این بخش خصوصی نمیومد توش واقعا به عنوان بلند مدت در موردش فکر بکنه. و مسئله اصلی دیگه هم خب همه میدونستن برجام امضا شد، ولی تو آمریکا یه انتخابات دیگه خواهد بود، یه رئیس جمهور دیگه خواهد اومد. این در واقع بیزنس ها به این چیزا هم فکر میکنن که الان من میتونم سرمایه گذاری بکنم، سرمایه گذاریم تا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه برمیگرده. خب اون موقع سیاست آمریکا در مورد مسائل چی خواهد بود؟ من میگم همه اینا رو که رو هم بذاری، خب برجام از اولش نه واسه نظر امنیت ملی آمریکا، از دید شخصی من یه چیزی بودش که یه روش درست بود که با مسئله ایران برخورد بشه، با جمهوری اسلامی درست بشه، و همین که خود جمهوری اسلامی هم تا اونجایی که در نظر فکری و اقتصادی سرمایه گذاری کرده بود تو برجام نتونه از چیزی بگیره. اما این مسئله چه شکلی میتونه حل بشه؟ شما در 10 دهه گذشته با
4 رئیس جمهور، 4 دولت و 3 رئیس جمهور کار کردیم. در همه مدت رهبر ایران ثابت بوده. رهبر ایران یه رهبری مادام العمره. در کشورهای دیگه مثل روسیه و چین هم رهبری‌های خیلی دراز مدت داریم. یعنی ما یک دولتی می‌بینیم معمولاً در کشورهای غربی که به صورت زیگزاگ سیاست‌هایی رو اعمال می‌کنن و بعد برمی‌دارن. اون طرف رهبرانی رو داریم که خیلی دراز مدت و بلند مدت فکر می‌کنن و با این سیاست‌ها مقابله می‌کنن. این سیستم کوتاه مدت چه شکلی میتونه از عهده همچین سیستم بلند مدتی بر بیاد؟ ببینید این برمیگرده این سوالی که خودم از خودم خیلی پرسیدم، خیلی بهش فکر کردم. برای خب من اونجا نشسته بودم، این تغییر توی سیاست همش باش بعد به حال دیل میکردم، بعد اون اثراتش رو میدیدم. ببینید واسه همین من گفتم که برجام متاسفانه یه ساید افکت یا یه مشکل اصلی که آورد اینه که مثلا ایران که به حال تبدیل کرد به یه بخش مهم سیاست خارجه آمریکا که با در واقع بخش‌های سیاسی یا جناح‌های سیاسی تو آمریکا خیلی نظرات متفاوت داشتن و خیلی هم بهش متمرکز بودن. برای اینکه هم خب به هر حال دیدن که اوباما تونست خیلی سریع دیل با ایران بگیره، اون به عنوان یه پیروزی سیاسی فروخت. اون به هر حال شروع‌گذار این مسئله خیلی بد بود از نظر مسئله ایران و بعدش خب پرزیدنت بعدی اومد، اولین چیزی که تو کمپینش بود گفتش که میخوام برجامو بردارم، کار نمیکنه، روش درستی نیست که با جمهوری اسلامی برخورد کرد. این در واقع این سری رو JCPOA یا برجام شروع کرد که مسئله ایران رو تبدیل کرد به مسئله‌ای که هر 4 سال این رئیس جمهور که عوض میشه ممکنه این سیاست کامل عوض بشه. من فکر میکنم یه مسئله امنیت ملی آمریکا مثل مسئله ایران و حتی ضد تروریستی، مسئله مربوط به تروریسم، یه مسئله مربوط به سلاح کشتار جمعی و حتی و حقوق انسانی، حقوق بشری، اینا یه سری چیزاست که باید بیاد بره توی در واقع کانگرس تو آمریکا، توی کنگره. چون شما چیزی که هست اینه که قوانینی که توی کنگره پس میشه، اون تحریمایی که از طریق کنگره پس میشه و در واقع پرزیدنت و رئیس جمهور تو آمریکا مجبور میکنه تحریما رو اجرا بکنه، اونا بلند مدتن، اونا هر 4 سال عوض نمیشن. به نظر میرسه که رئیس جمهورهای آمریکا درگیر یک مسائل بوروکراتیک هم هستن. در کشور ایران یا جاهای مثل روسیه و کشورهای دیگه از تصمیم یک رهبر تا اجراش شاید معمولاً بیش از 1 روز هم طول نکشه تا سیاستی عملی بشه. اما آقای ترامپ سال 2017 به قدرت رسید. خروج از برجام که جزو وعده‌های انتخاباتیش بود 2018 اتفاق افتاد. یعنی اگه دقیقش رو بخوایم بگیم، آقای ترامپ در بهمن 1395 رسما کارش رو شروع کرد. خروج از برجام اردیبهشت 1397 بود، یعنی 15 ماه بعد. چرا انقدر طول کشید؟ خب حالا من خیلی وارد جزئیاتش نمیتونم بشم. خیلی هاشون همکار گذشته من هستن، باهاشون کار کردم، آدمایی که خیلی سخت کار میکنن و حقوق خیلی کمی میگیرن ولی خیلی سخت کار میکنن توی دولت. ولی خب درسته از لحاظ زمانی که شما گفتید یه مسئله اصلی بود. ببین من وقتی که رفتم وزارت خزانه داری، خب تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که از JCPOA از برجام بیان بیرون و شما گفتی حدود 2 سال طول کشید. یعنی من فکر می‌کنم می 2018 رئیس جمهور اعلام کرد که ما از دیل میایم بیرون، بعد از اینکه 1 سال خورده آردی گفته بود که ما دیل می‌خوایم بیایم بیرون، از در واقع برجام بیان بیرون. تازه وقتی هم می این اعلام شد، خب ما 90 روز و 180 روز فرصت دادیم به شرکت‌هایی که وارد مسائل نفتی و می‌خریدن نفت از ایران و مسائل فلزات و اینا که اینا وایند داون بکنن، یعنی بیزنساشون یواش بیان بیرون بدون که دفعه بخوان تحریم بشن. خیلی از این شرکت‌هایی که شروع کردن از ایران نفت بخرن، خب اینا خیلی از نفتاشون روی دریا روی کشتی بودن که داشتن میرفتن. این چیزایی بود که خب آره از نظر اداری طول کشید واقعا تا از برجام بیایم بیرون. و من نظر شخصی میگم، من فکر می‌کنم که این دوره که آقای پرزیدنت ترامپ اومد و دیدی که یکی از چیزایی که خیلی میگه اینه که من نمیخوام دوباره
پرزیدنت ترامپ نمیخواد خیلی مجبور بشه که با مسائل بیوروکراسی دیل بکنه یا با اون در واقع سرعت سیاست گذاریش کم بشه. گزارش رسانه ها چقدر تاثیر داره روی کار شما؟ مثلا تحریم پسر شمخانی که این ماه اتفاق افتاد چقدر حاصل گزارشی بودش که بلومبرگ راجع به پسر شمخانی منتشر کرد؟ خب به هر حال ما یک کاری که همیشه میکنیم اینه که میبینیم خب چه اطلاعاتی بیرون هست. من خودم مقالاتی که شما گذاشتی سالها رو خوندم از داخل. به هر حال یه منبع اطلاعاتی خیلی مهمه این گزارش‌هایی که ریپورترها میذارن. این گزارشی که از بلومبرگ اومد بیرون در مورد هکتور یا آقای شمخانی، من نمیتونم بهتون بگم اگه ما میدونستیم و چی میدونستیم، ولی میتونم بهتون بگم که خیلی خوب کمک کرد واسه خب به هر حال یه کسی بودش که رفته و بیرون اینوستیگیت تحقیق کرده بود، یه سری زوایایی از این در واقع نتورک یا این گروه پیدا کرده بود که برای ما خیلی جالب بود و اون جایی که به هر حال ما در موردشون یاد گرفتیم وقتی این ریپورت رو خوندیم. ولی خب آره خیلی از وزارت خزانداری وزارتخانه بزرگی نیستش، ولی خب به هر حال ما خیلی افرادی هستن جای مختلف دولت آمریکا که نظر اطلاعاتی و اینا خب کمک میکنن به ما، ولی یه بخش اصلیش هم اون چیزی که ما توی از روی ژورنالیست‌ها از روی ریپورترها میگیریم یا اون در واقع تحقیقاتی که پابلیک انجام میده یا مؤسسات غیر دولتی انجام میدن. یه چیزی که به فکرم اومد، یه ریپورتی که شما چند سال پیش گذاشته بودید که من وقتی خوندم خیلی فکرمو مشغول یه مسئله کرد اون موقعی که شما دستتون رو روش گذاشته بودید. این به هر حال چیزی که خیلی یه منبع اطلاعاتی خیلی مهم هست توی دولت. خیلی از مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی که اسمشون در فهرست تحریم‌ها قرار میگیره اینو به عنوان یک نشان افتخار عنوان میکنن و میگن که این نشان دهنده اینه که دارن کارشون رو به خوبی انجام میدن و به ازای اون خیلی امتیازات زیادی هم در داخل حاکمیت بهشون داده میشه به خاطر اینکه نشون میده که وفاداریشون رو ثابت کردن. به نظر شما این چقدر ریشه در باور عمیق این افراد داره یا فکر میکنین که بیشتر یک نمایش سیاسیه؟ خب من فکر میکنم برای خیلی ها به عنوان نمایش سیاسیه، برای خیلی ها ممکنه نباشه. منظورم افرادی که تحریم میشن، افرادی توی جمهوری اسلامی یا افرادی که توی سپاه، اینا شامل تحریم ها میشن. ببینید تو ایران کسی که به اون مقام برسه و اونقدر پول داشته باشه یا دسترسی به قدرت و پول داشته باشه، خب دوست دارن بیان بیرون کشور، خریداشون رو بیرون بکنن، بچه‌هاشون رو بفرستن بیرون کشور برن زندگی بکنن. خودشون همیشه به این فکر میکنن که اگه یه دفعه نظام جمهوری اسلامی بیفته خودشون میخوان کجا برن، کجا برن، کجا زندگی بکنن، پولاشون رو کجا ببرن. خب من شک دارم به اینکه اینا وقتی تحریم میشن ته دلشون اون نگرانی رو ندارن که حالا چه پولایی من بیرون دارم که اینا بلوک میشن، چه فرصت‌هایی تو آینده میتونم داشته باشم که حالا ازم گرفته شده. شما حساب بکنید یک کسی که اسمش میره روی لیست تحریما، خب سیستم‌های بانکی نه فقط توی آمریکا، تمام دنیا، حتی بانک‌های توی کشورهایی که سیاستمداراشون میگن که اینا سیاست خوب ضد آمریکایی دارن، بخش‌های خصوصی و بانک‌هاشون دوست دارن و یکی از هدف‌هاشون اینه که به سیستم بانکی آمریکا وصل بشن. این افراد واقعا دست و پاشون بسته میشه لحاظ سفر کردن، بچه‌هاشون بیرون فرستادن. شما وقتی می‌خواید برید یه حساب بانکی باز بکنید یا حتی می‌خواید برید یه بلیط هواپیما بخرید که به جای برید از حالا یک کشور با یک کشور دیگه، این سیستم‌های کامپلاینس، این کامپلاینس پروگرامایی که اینا دارن، خب این نسب شما رو که شباهت داره خب سرچ میکنن و اگه شما رو به حال فرزند یکی از اینا باشید یا یه شرکتی با یه شرکتی کار بکنید که صاحبش این آدم باشه، خب شما به مشکل برمیخورید. این واقعا براتون مشکل ایجاد میکنه. این چیزایی که من میدونم که خودشون میدونن، حالا دوست دارم بیان پابلیکلی یه سری چیزایی بگن. ولی شما نشانه‌هایی پشت پرده دیدین که سعی بکنن اسمشون از فهرست تحریم ها خارج بکنن؟ من اون رو نمیتونم مستقیم بهتون بدم، ولی میتونم بهتون بگم که اون سیستمی که ما داریم واسه اینکه افراد بیان و سعی کنن لیست سانکشن ها بیان بیرون خیلی استفاده میکنن. تحریم های نفتی و گازی یا کلا تحریم های انرژی مهمترین تحریم هایی بوده که
آمریکا علیه ایران اعمال کرده از جهت ضربه اقتصادی که تونسته وارد بکنه. به نظرتون بعد از اون مهمترین تحریمی که آمریکا اعمال کرده که بیشترین تاثیرگذاری روی جمهوری اسلامی داشته کدوم بوده؟ سیستم بانکی ایران. من فکر می‌کنم بعد از در واقع تحریمایی که روی نفت و پتروشیمی بود و گذاشته شده، تحریمایی که سیستم بانکی ایران هدف قرار داده، خب اینا تحریمای بسیار قوی هستن. تحریماتی که روی فلزات گذاشته شده ببینید، من یادم هست شما اگه برگردی به سال 2018 یک دور تحریمی ما گذاشتیم که مال سازمان بسیج بود. ایران توی سوریه یه سری بچه ها رو میفرستاد به جنگن و اینا خب به بسیج، بخشی از بسیج بودن. این حضور بچه های ایرانی توی سوریه 13 ساله 14 ساله، این یه چیزی که خب تو فکر ما انداخت که این بسیج تو ایران چجوری تامین میکنه از نظر مالی، چون حالا به هر حال بودجه‌ای که از جمهوری اسلامی میگیرن غیر از اون چه فعالیت‌های اقتصادی دارن. خب این کاری که ما انجام دادیم توی سال فکر می‌کنم 2018 بود، این سیستم اقتصادی بسیج رو ما مورد تحریم قرار دادیم. و اگه برید به اونجا نگاه بکنید، به اون تحریم نگاه بکنید، بسیج مستضعفان با شرکت‌های اقتصادی که داشت سرمایه‌گذاری خیلی اصلی کرده بود تو بخش فلزات تو ایران. فلزات بسیار با ارزش که خیلی در واقع بازار بزرگی تو دنیا تو منطقه داشتن، ولی انقدر بین اینا رابط بود که یه شرکتی توی منطقه اگه میخواست بخره امکان نداشت با چند تا گوگل سرچ و با اینجور چیزا بدونه که این شرکت واقعا مال بسیجه. ولی خب خیلی تحقیقات سرسختانه‌ای ما انجام دادیم و فهمیدیم که این شرکت‌ها خب به هر حال صاحب ارزششون بسیجه. اون تحریمایی که روی فلزات قرار دادیم بعداً اون خیلی از این شرکت‌ها رو شامل شد. من جواب سوالتون تحریم‌های بانکی و تحریم‌های فلزات می‌کنم. اینا دو تا رژیم‌های تحریمی بسیار قوی بود و دفتر آقای خامنه‌ای فکر می‌کنم اونم یه سیستم تحریمی بسیار اثرگذاری بودش که اینجا به اجرا در اومد. کدوم بخش هست که به نظرتون تحریم نشده و باید قدم بعدی باشه در خزانه داری؟ من فکر میکنم تحریمایی که الان هست هیچ چیزی مهمتر از این نیستش که تحریم‌ها اجرا بشه که فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. من فکر میکنم در مورد نفت و پتروشیمی و همونجوری که دیدید داره انجام میشه این، ولی خب من فکر میکنم بازم در واقع فرصت هستش که این فشار رو بیشتر کرد که دست جمهوری اسلامی و بس که این نفت رو بریزه توی بازار با تخفیف‌های خیلی اساسی و خیلی جیباشون پر بشه و هیچیش هم به دست مردم نرسه. این ما فکر میکنم سال 2020 بود که کل سیستم نفتی ایران، حالا وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت نفتکش، شرکت ملی نفتکش و خیلی از این شرکت مرتبط باشون، اینا همه اومد زیر سانکشن ضد تروریستی. خب برای خودشون میگن، خودشون هم میدونن و همه جمع اعلام میکنن که بخش بزرگی از نفتشون میدن به سپاه و سپاه قدس و نیروی مسلح که برن بفروشن. اون به هر حال از نظر قانونی اینا شامل تحریم‌های ضد تروریستی شدن. تحریم‌های ضد تروریستی هم تحریم‌های بسیار قوی هستن از لحاظ اینکه چجوری کشورهای دیگه این تحریم‌ها رو مورد اجرا قرار میدن. یکی از قوی‌ترین سیستم تحریمی آمریکا این تحریم‌های ضد تروریستیه و الان نفت ایران زیر تحریم‌های ضد تروریستی قرار گرفته. من فکر می‌کنم اونجا فرصت زیاد هست که تحریم‌های جدیدی که گذاشته میشه خب خیلی از اینا بیاد زیر ضد تروریستی تا بتونه اون در واقع خریدارای چینی و دلالایی که وارد این قضیه میشن و یه مقدار فشار رو اونا بیشتر بکنه، یه ریسک رو براشون ببره بالاتر. شما تو 10 سال گذشته‌ای که توی خزانه داری بودین، تحریم‌های آمریکا میشه گفت یک تکاملی رو تجربه کردن و این مدت تحریم‌های زیادی روی ایران اعمال شده، روی روسیه اعمال شده. در کل برداشتتون چیه؟ آیا فکر میکنین که تحریم‌ها الان یکی از
کارآمدترین ابزار موجود در دست دولتمداران آمریکایی هستند، یا نه تجربه ایران و روسیه شاید بهشون ثابت کرده که باید سراغ شیوه های اعمال قدرت دیگه‌ای بشن، مثلا نمیدونم اعمال تعرفه، مذاکرات مستقیم یا حتی جنگ. خب من فکر می‌کنم تحریما ببینید توی آمریکا خب اتفاقی که برای جنگ عراق افتاد، هم عموم توی آمریکا و خب سیاستمدارایی که به هر حال باید رأی عموم رو بگیرن، اینا خب خیلی تفکر ضد جنگی پیدا کردن. این در واقع تبدیل کرد به تحریما رو تبدیل کرد به مهمترین ابزار سیاست خارجه. برای اینکه شما میتونید فشار اقتصادی بذارید که هم در واقع یه سیگنال بفرستید، یه مسیج بفرستید، یه پیغام بفرستید که سیاستتون چه مسیری داره پیش میگیره، و همین که واقعا بتونید طرف دشمن یا کسی که شما رو در واقع امنیت ملیتون رو مورد خطر قرار میده واقعا زیر فشار قرار بگیره بدون که شما مجبور بشید نیروهای نظامی بفرستید، در واقع اون اسیت‌های نظامیتون رو یا اون اموال نظامی رو جابجا بکنید. این تحریم‌ها رو تبدیل کرد به یکی از مهمترین ابزار فورن پالیسی. و جالب اینه که تحریم‌ها ابزار محبوب دو طیف سیاسی هم هست، چه اونایی که میخوان فشار حداکثری روی ایران بیارن و چه اونایی که میخوان از هر نوع جنگ و مقابله‌ای پرهیز بکنن. درسته، تحریمایی هستش که بر ضد جمهوری اسلامیه، بر ضد حکومت مادورو تو ونزوئلاست، یا تحریمایی که بر اساس خب سیستم‌های سیاسی که خب به هر حال تغییر رفتار توی اونها اتفاق نمیفته تا زمانی که فروپاشی برسن. ولی خب تحریمایی هستش که برمیگرده تحریمای خیلی تارگتده، یعنی تحریمایی که بسیار مربوط میشه به فعالیت خاص اقتصادی، چه تو نفت، چه در مورد روسیه، چه در مورد اقتصاد که دیدید گلوبال مگنیتسکی یه در واقع ابزار تحریمیه که پرزیدنت‌ها خیلی ازش استفاده کردن که برن دنبال افرادی که در واقع مشغول فساد هستن تو هر کشوری. این یه جناح سیاسی متوجه شده که این تحریم‌ها باید نتیجه بده یا باید برداشته بشه. من فکر می‌کنم که از لحاظ یه از سیاسی تحریم یه بخش کوچیکی از یه هدف سیاسی بزرگ، یه هدف سیاست خارجی بزرگه. در مورد ایران خب دیپلماسی انجام شده، نتیجه نداد. من خود جمهوری اسلامی رو بیشتر مقصر میدونم در مورد این مسئله یا هر کسی دیگه ولی در مورد روسیه ما دیدیم که خب به هر حال شروع شده بعضی از این صحبت‌ها که فشار رو احساس کردن و میخوان واقعا قدمایی بردارن که ممکنه جواب بده. و ما قضیه سوریه رو دیدیم مثلا که رفتار یک کشور یه سیستم نظامی عوض شد و اون تحریم‌ها داره برداشته میشه. ولی خطر اصلی از تحریم‌ها، یعنی استفاده زیاد از تحریم‌ها، اینه که توی طولانی مدت خب اثر تحریم از بین میره. اونجوری هم که از بین میره اینه که خب به هر حال بخش خصوصی یه زمانی ممکنه که تصمیم بگیرن دلار خیلی ریسکیه، نه میخوان دیگه با بانک‌های آمریکایی حساب باز بکنن، نه میخوان ترانزکشن‌های یو اس دلار انجام بدن، چون باشون خیلی دستشون بسته میشه به خاطر تحریمایی که خیلی سنگین هست روی با اون فعالیت اقتصادی که دارن. این چیزی هستش که خب خیلی در موردش در واقع وارنینگ دادن. بسیاری از ایرانیان نسل مهاجر معمولا توی آمریکا وارد فعالیت‌های مهندسی، استارتاپ و کارآفرینی میشن و اون مسیر شغلی رو پیش میبرن. شما یک مسیر کاملا برعکس رفتین و وارد دولت شدین و خیلی متمرکز روی مسئله تحریم‌ها. صحبت‌هایی که با دوستان و آشنایان میکنین، این تفاوت چقدر قابل لمسه؟ من یادم یه بار با یه سری از دوستانی که توی کالیفرنیا هستن باشون با یه سری آشنا شدم. وقتی اونجا بودم رفتیم با هم دیگه شام بخوریم، دور میز همه نشسته بودن، شروع کردن در مورد شغلشون صحبت کردن. یکیشون دندونپزشک بود، یکیشون دکتر چشم بود، یکیش دکتر جراح بود، یکیش تو شرکت خیلی بزرگ اینفورمیشن تکنولوژی توی کالیفرنیا کار میکرد.
سطح خیلی بالا. به من که رسید من گفتم من توی دولت کار میکنم. یعنی خانمی که اینم نشسته بود گفتش که تو فرصت مثل خیلی پیدا نکردی تو زندگی. این ایرانی‌ها خیلی موفقن. این به هر حال یکی از دوستان خوب من همیشه میگه که ایرانی‌ها تنها جایی که موفق نیستن تو ایرانه. من همیشه خیلی علاقه به اقتصاد داشتم و خیلی هم مسائل سیاسی رو دوست داشتم. تحریم هم جایی که مسائل سیاسی و اقتصاد میاد به هم یه اوورلپ با هم دیگه داره. اون بودش که من آورد توی مسائل تحریم ها و اینا. خیلی هاشم خب برمیگشت به این که من به حال دیده بودم که تجربه مستقیم داشتم با ضرری که ایرانی‌ها مردم ایران دارن میبینن از این رژیم و میدیدم که چجوری پولی که به دست اینا میرسه خب صرف سرکوب کردن مردم خودشون میکنن تا بهشون برسن. من یه مثالی که همیشه یادم هست این صندوق توسعه ملیه که هدفش اینه که پول نفت بره توش و استفاده بشه واسه در واقع زیرساختای ایران رو درست بکنن. یعنی سرمایه گذاری بکنن توی رود، جاده سازی، توی کانستراکشن، سرمایه گذاری بکنن توی مسئله آب. ولی وقتی که ما صندوق توسعه ملی رو مجبور شدیم تحریم بکنیم واسه اینکه یک تبدیل شده بود به یه در واقع صندوقی که تعمیمی که پول سپاه و سپاه قدس و در واقع نیروی مسلح و ایرانو، یعنی هر وقت پول کم می آوردن از اونجا بیلیونز میلیاردها دلار در می آوردن میدادن به اینا. این خب این یه علامت خیلی واضحه که اینا در واقع اون چه چیزی براشون مهمتره و مردم ایران براشون من هیچ وقت نشونه ای ندیدم که اینا براشون مهم باشه. خیلی ممنونم آقای ملکی از وقتتون. خواهش میکنم. ممنونم وقت شما.